هر یک پیغمبر دعاهای پیغمبرها که قبول است، لیکن اضافتا بر این به هر یک پیغمبر الله تعالی یک دعای دادگی هست که 100% با قبولش، یعنی همین که دعا کرد الله تعالی دعاش قبول میکند. سلیمان علیه السلام همون دعا گفته بودن که و هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، پروردگار برای من ملک ده که بعد من به هیچ کسی ندهی. یا ملک برای من ده، ملک دنیا که بعد من به یگان کسی ندهی. پیامبر علیه السلام ابلیس دستگیر کردن، شیطان کلانی، حتی گفتن قپیدم از زبانش، تری زبانش در دستم رسید، گفتن حس کردم، خواستم به همین ستون مسجد نبوی بستم آنم. کودکای مدینه اومده با شیطان بازی کند، یعنی شیطانی زنجیر پیچ قطعی، لیکن دعای برادرم حضرت سلیمان به خاطر آوردم. رب هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، پروردگار برای من ملک ده که بعد من به هیچ کسی نداده باشی. از جمله ملک سلیمان اطاعت جنها به سلیمان علیه السلام بود. از جمله ملک سلیمان و علمنا منطق الطیر، ما زبان پرنده ها را داده شدیم، زبان مورچه های و حیوانات را میدانستند. همه در اطاعت ایشان بود. لشکر سلیمان بودند. در یک وقت کوتاه کوچه ها را به جای اینکه اسفالت و منفرش کنند، از سنگ و از گیل و مثلا از لای و از این چیزا با طلا فرش کردند. دیوال ها عبارت از طلای نقره بود که این خیلی ملک دارد. نه در زمان ما نه در زمان قدیم این خیلی پادشاه ها نبود که کوچه هاش به جای منفرش شدن طلایی باشد. واقعا سلیمان علیه السلام ملک عظیم داشتن به سبب آن دعا. و آن دعا پیامبر ما آن دعاشون رو دعا نکردن، ذخیره کردن. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آن دعایی که الله تعالی برایشان داده بود ذخیره کردن، گفتن من با این دعا روز قیامت برای امتم شفاعت میکنم.